بسم الله الرحمن الرحیم. بنداد به الله پاکی ناما که سکباز مهربان و زبرین رحم کنو کی. یا ایها المدثر، ای نپاد پوشی واجه. اولی وحی که پیغمبر علیه السلام سرا نازل بید آهمی آیتت که اقرأ باسم ربک الذی خلق. بون توتی پروردگار ناما همایا که تری عد و پیم کته. پدا لحظه روچا وحی بند بید و را پیغمبر صلی الله علیه وسلم سک پریشان بید، گمیگ بید. و را پدا پیغمبر علیه السلام اناگه هما فرشته دید که غار حرای تها ادکگت همی حالتا که آزمان و زمین میانا کرسی سرا نشتگت. واجه صلی الله علیه وسلم سرا ترسی آد یا وحشتی آد و را واجه لوگا شد و گشتی منا یک پتوی یک نپادی یک چادری منا حاج کنه منا بر بدهید. قرآن یک گودی پر داد بارین چادری چیزی پیغمبر علیه السلام لوگ مردمان پر داد. قرآن همی وحده یه آیت نازل بید. یا ایها المدثر، ای نپاد پوشین واجه. قم فانذر، پادا و بترسین. و ربک فکبر، و تی پروردگار مزنیا بیان بکن. و ثیابک فطهر، و تی پوشاکان پاک بکن. ایدا زانگ بید که گدانی پاک و صاف کنگ علمی و ضرورین. و الرجز فهجر، و پلیتیا پهک ویل بکن. بزا هنچو کساریا پیسرا تو وطا چه بوتان دیر داشتگ دائم همی وڑا چه بت پرستی و شرکا وطا دیر بدار. پلیتی مراد بت پرستی و شرک. ولا تمنن تستكثر، و نه احسان بکن پگیشتر زیرگ واحشا. ولربک فاصبر، و تی پروردگار حاطرا بسگ صبر بکن. فاذا نقر فی الناقور، نو وحدی که دمگ بی ما سرنایتها سور دمگ بید. فذلك یومئذ یوم عسیر، گوڑا یہ روچ باز گرانی روچی مراد قیامت روچند. علی الکافرین غیر یسیر، کافران باز گران کپیت یہ روچ نمنوکان کافران باز گران کپیت. ذرنی ومن خلقت وحیدا، بالمنا و همایا کما یہ وکا جور کتگ. بزان یہ متکبرین و سرکش انسانا موت بسان. یہ منی ادو پیم کتگینند، منی جور کتگینند. یہ چطور چه منی گربتا چه منی عذابا درات که کنند. ذرنی ومن خلقت وحیدا، بالمنا و همایا که ما یہ وکا جور کتگ. وجعلت له مالا ممدودا، نما آیا بازی مال داد. نما آیا بازی مال داد. و بنین شهودا، و چوک فرزند دیم پدیمی. و مهدت له تمهیدا، و پایی چیرنگ شرین چیرگی جی. ثم یطمع ان ازید، هنگتا امید کشید که من آیا گشتر بدیم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، چو نبید بیشک
آپ زور می آیاتانی خلاف کنو کند. بزن هر کسا من آیه دل تبا مال و دولت و چک و نواسق ندیان، بلکه هرچی که پا آیه وات بلوتان همین چو آیه دیان. انه کان لآیاتنا عنیدا، بیشک آپ زور می آیاتانی خلاف کنو کند. عنید هما انسان گوشند که حکا ذات و پدا چه زدا چه حسد دا حک خلافت حک مخالفت کند و حکا جیره کند، حک نمنو کند. عنید هما انسان گوشند عنید. سأرهقه صعودا، زیت ما آیا سرگی جان برزی کوه سرا آسه. سعود دوزه تا یک بلاهی کوهی که دوزهی چهمودا دور دیگه بند. سبحان الله. الله ما را و شما درستی امتا نجات بدا. سعود دوزه تا یک بلاهی کوهی که دوزهی چهمودا دوزه تا دور دیگه بند. لحتی حدیثان بیان بیتا و لحتی روایتان بیانی که سعود هما عذاب گوشن که آیتها هیچ راحت و سکون و آرام ما مبید. والله اعلم. الله بهتر زاند. انه فکر و قدر، بیشک آیی پگر کت و هبری جور کت. فقتل کیف قدر، نکشک بید که چونی هبری جوری کت. ثم قتل کیف قدر، پدا کشک ببید که چونی هبری جوری کت. ثم نظر، پدا چم شانگ داد. ثم عبس و بسر، رندا دیمی تهار کت و پیشانی کرچ کت. ثم ادبر و استکبر، پدا پشتی مان داد و وتی مزن لیکت. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پدا گوشتی که یه سحریه که زیرک بیتگ. گوشتش که بزن یه هنچین نهتگین و سحرین هبرن که نعوذ بالله محمدش جند صلی الله علیه وسلم و الله نامه شکند. آیا همی دابا گوشت این هذا الا قول البشر، یه یک انسانی هبرند. سأصلیه سقر، زیت ما آیا بران دوزه. سقر چه دوزه ناما یک نامی. و ما ادراک ما سقر، و تو چیه زانه که دوزه چیه؟ سقر چیه؟ سورین جاهی تو نزانه ای انسان. لا تبقی ولا تذر، نه پشت گیجی تو نه یلی کند. لواحت للبشر، سوچوکن پوسته، پوسته هم سوچی تو داگی داد. علیها 19، آیه سرا 19 پانگو نگهبان هستیم. بزن دوزه گا دوزه نگهبان 19 فرشته اند. الله جل جلاله ما را و شما را درستی امتا چه دوزه گرمی آساب رکناد. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، ما نداشتگن دوزه نگهبان و پانگو بید ملائکتا. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. و ما آیانی یه صاب
یر نکتگ بله پچک کاسگا کافرانی کافران یه بر سرا مزاک و مسکره کت و گشتش که نعوذ بالله محمدا بچارت چونی گنوکی هبر کند استغفر الله خاکم بردهن یه گنجی آیان گوی یه گنجی مردمان یه لشکر مردمان نگاه 19 فرشته چطور داشته کنن همی ورا فرشتیان یه حساب پایان چکاسی بیت و یه چکاس تها نامراد بیتند و گیشتر همراه بیتند آیان یه خبر بی حال کد که یه فرشتیان قدرت دارو که ربا هما قدرت داتگ که درهین دوزهیان بستند پا الله هیچ کار سک و مشکل نه الله هر کار سرا جل جلاله زورا کند لیستیقن الذین اوتوا الکتاب تا که یقین بکنند هما که کتاب دیگ بیتگند و یزداد الذین آمنوا ایمانا و گیش ببی ایمانداران ایمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض و شک مکنه هما که کتابی انتو و مسلمان و تا که بگوشند هما که آیان دلان نادراهی هست و کافر والکافرون و کافر و نمنوک ماذا اراد الله بهذا مثلا که چی لوٹتک الله پی درورا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء همی پیما گار کند الله هر کسا که بلوٹید او پر راه کند پشون کند هر کسا که بلوٹید گار و گمراه کند هر کسا که بلوٹی و هدایت داد پشون کند پر راه کند هر کسا که بلوٹید و ما يعلم جنود ربك الا هو و نزانتی پروردگار لشکران بید همایی جندا و ما هي الا ذکرى للبشر و یه یک سوج و پنتی پا انسانا یه دراهی درورانی بیان کنگ یه مثالانی بیان کنگ لوٹ و مقصد همیشه این که مردم سوج و پنت بزیرند و الله قدرتان شرطر پا جاه بیارند و تا چه مزنشانین و زوراکین پروردگار نافرمانیا دیر بدارند کالله والقمر اجبر چو نهد و سوگندند ماهه بزن یه پیم نه که شما کافران شما نمنوکان گمان کتگ که دوزه فرشتیان دیما دوزه فرشتیان دیما ماوت داره یه الله هنچین قدرتی داتگن هنچین زوری که کس اشان دیما داشته نکن آیان گو یه دوزه فرشتیان که 19 فرشتیان که دوزه نگه بانه نوذ بالله کافران گوشان دیما ماوت داره ماوت وشتی و الله فرمایش کن که ما هنچین یه قدرت و زور داتگن هنچین زورا کند یه فرشته 19 که دوزه نگه بانند آیان دیما هیچ که داشته نکن سبحان الله واللیل اذ ادبر و شپه وحدی که پشتا ماندند والصبح اذا اسفر و صحبه وحدی که روشنا بید انها لاحدى الكبر بیشک دوزو چه مزنینا یکی بزن دوزو الله یک بلاهی نشانی انسانا چه آیی ترسگ لوٹید نذیرا للبشر ترسینو که پا انسانا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر به هر کسا که بلوٹید که پیش بکپید یا پشت بکپید بزن گو ایمانا دیما روک بلوٹی یا چه ایمانا پشتا بکنزید و دیما گو کفرا بکن دوزو به هر کسا ترسینوی که كل نفس بما كسبت رهینه هر جان رهن به همه چیزا که آی کتتگ به موتی کتتگینا
إلا أصحاب اليمين بينها راستين دست خدابند في جنات يتساءلون ما بهشتاني تهاود موتا جست پد کنند عن المجرمين گنهکارانی باروا ما سلككم في سقر که کجام چیزا شما را دوزها برد سقر دوزه ناما یک نامی قالوا لم نك من المصلين گوشن که ما نمازی نبیتگی ما نماز نمانتا ما دائمی نمازوانوک نبیتگی ما نماز هجبر نوانتا ما نماز تها سستی کتا ولم نك نطعم المسكين او نیت نانده یو که مسکینا تنگ دستا ما نان نداد چوتی مالا ما مسکین و حاجتمند و تنگ دستان هم نان نداد نه نماز نوند و نه نان داد مسکین و تنگ دستان پس این نانا ادا زانگ بی که مردم پر ریا مدند و پوتی پیش دارگا نان هم مدند و نانا همایا بدن که واقعا مستحق مستمند و حاجتمند دیگه اگر هر روز مردم یدگران نان بدند پر رو ریایا پوتی نام برز کنگا بلکه هنگه ثوابی نرسی بلکه گناهی هم رسی الله ما را و شما را پناه بداد و کنا نخوض مع الخائضین و ما پتاری کنو کن و کنا نکذب بیوم الدین و ما دروغ بند کتگا قیامت روز و همایان که هنچین که پتاری خبرش کو بیدری ما گو همایان خبر کو و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین و ما دروغ بند کتگا قیامت روز حتی اتانا الیقین تا که پما آد که مرگ تا که وحدی که می مود آد می مرگ آد اتانا الیقین وحدی ما زاند ما یقین کو بل وحدی درد نوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو اشان نپوکت ندند سپارش کنوکانی سپارش و دا یکی سپارش بکن پارتی بازی بکن دیگه و دا هیچ درد نوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو اشان نپوکت ندند سپارش کنوکانی سپارش فما لهم عن التذكرة معرضين نو چه بلاه اشان که چه سوج و سران تچند سوج و سر و پنت نزیرن تچند كأنهم حمر مستنفره گوشه که هرند برین چوک برین حیوانی ولاکی هری چطور تچی اشان ها چه بلاه چه سوج و پنتا که آیان سوج و پنت کنه چه همی دابا آتا چند و جهند فرت من قسوره که تچند چه شیران اما هر یک چطور بیرین چه شیر دیما جنگل تها تچی تو جهی یه همی دابا چه سوج و پنتا تچند سوج نزیرند پنت نزیرند هجبر بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بل لوتید هر یکی چه اشان که جتا دیگ ببید کتابی تلپچی بزن هر یک کافر و مشرکی همیشه لوتید که آیه سرا جتا دیرا یک کتاب نازل ببید نه ایمان کارید یا آیان مراد همیشه که بی عمل کنگا هنچو آی ناما یک عمل نامه نوشته کنگ ببید که چه نیکی عمل پر ببید و چه جهنم رکینک ببید کلا بل لا یخافون الاخره
هجبر چو نهید بله نترسن چه آخرتا. کلا انه تذکره، هجبر چو نهید بیشک یک قرآن یک مزنی سوج و پنتی. فمن شاء ذکره، هر کس که بلوتید گرا چه همیشی سوج بزیرید، سوج و پند بزیرید چه قرآن. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. و یاد نکنه بله یک الله بلوتید. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، همایا برجند که چه آیی ترسک ببید او همایا برجند پهل کنگ و بخشک بزن الله. صدق الله العظیم.